بسم الله الرحمن الرحیم. سوال این است که آیا مصدر صوفی قرآن و سنت نیست؟ البته علما در این مسئله صحبت کرده اند. میگویند صوفی ها دعوا دارند که مصدرشان سرچشمه اش، مذهبشان سرچشمهش قرآن و سنت است. چگونه ای که رافضه دعوا دارد که سرچشمه مذهب و دینش قرآن و سنت است، اما این همه باطل است و دروغ است. برای همین قومی از علما گفتند، گروه از علما گفتند که هیچ صوفی ها هیچ تعلق به قرآن و سنت ندارند. البته نماز خواندنشان، در مسئله نماز خواندن، روزه داشتن و حج رفتن ما صحبت نداریم. ما در مسئله اعتقاد اونها صحبت داریم. مسائل اعتقادی اونها تعلق به قرآن و سنت ندارد. همه اش گرفته شده از فلسفه یونان قدیم به مانند افلاطون، یا که از هندوس و بودیست، یا که از مجوسی و مسیحیست. سبحان الله. چلی که احسان اله ظهیر در کتاب التصوف مصدره و نشأته و مصدره ذکر میکنند و میگن که یک قوم از علما گفتند که صوفی ها لا علاقه له بالاسلام اطلاقا. مذهب صوفی هیچ علاقه به اسلام اطلاقا، یعنی مطلقا ندارد، نه از نزدیک و نه از دور، از روزی که سر شد تا به امروز. بلکه میگن صوفی این یک مذهبی پیدا شده اجنبی غیر عربی به مانند نامش. برای همین میگن ما وقتی که مصدر عقیدوی صوفی را میبینیم قرآن و سنت را نمیکویم، بلکه بحث ما از کافتکاوی فکر و اندیشه گرفته شده صوفی از دیگر دین هاست. و این را میگن، این سخن میگن سخن بسیاری از علمای سلفین و این منهج اونهاست. و بسیاری از فقها، از متکلم هم از اهل سنت و الجماعت از گذشته ها همین عقیده دارند و بسیاری از باحثین متفکرین این چونین همین فکر و اندیشه را تایید میکنند و میگویند که مذهب صوفی هیچ تعلق به اسلام ندارد. و طایفه دیگر گفتند، قول دوم یعنی سخن دوم، میگویند که صوفی یک اسمی که تعلق به زهد دارد و در اولهای پیدا شدنش خوب بود، نغز بود، اما بعد از این که غیر عرب به این مذهب داخل شد، بالاخره این مذهب به فکرهای اجنبی آمیخته شد، به فلسفه های غیر اسلامی آمیخته شد و در آخر یک مذهبی طاغوتی آمیخته شده به فکر فلسفه و هندوس و بوذا به دنیا آمد. که البته این فکر ابن تیمیه رحمه الله و شوکانی و غیر این هر دو علما از علمای اهل سنت و الجماعت زیادند که این تفکر رو دارند. و فرقه از علمای اهل سنت میگن صوفی ها این یک پیدا شده از دستی اسلام ستیزان، دشمنان اسلام به مانند یهود و نصارا است و این چنین از مجوسی هاست و این چنین از آمیخته شده به دین هندوکی و بوذی هست که پیش از این همه آمیخته شده به فلسفه یونانی و فکر و اندیشه افلاطون است. پس عموم وقتی که ما نظر کردیم در هر سه قول هم میبینیم که صوفی ها سبحان الله در مسئله عقیده مصدرشون قرآن و سنت نیست. امروز بسیار صوفی هایی که نماز میخوانند نمازشان مثل مذهبی ابو حنیفه است یا که نمازشان مذهبی شافعی هست، روزداریشون روزداری به فقه اهل سنت، یعنی فقهشون اهل سنت است در مسئله احکام، در مسئله نکاح، در مسئله جنازه، در مسئله روزه، در مسئله حج، در مسئله نماز خواندن
و غیره از فقه اهل سنت و جماعت از یکی از این 4 مذهب حنفی، شافعی، احمد، مالکی استفاده میبرند. عادتا صوفی هایی که در افریقا هستند مالکی، فقهشون مالکی است. در آسیا که هستند پاکستان و افغانستان و ایران و تاجیکستان، اینجا صوفی ها مذهبشون فقهشون فقه حنفی است. در کوکز و غیره شافعی است. پس میبینیم که در مسئله احکام و فقه اینها یکی از این 4 مذهب اختیار کردن، اما در مسئله عقیده مصدر عقیده اشون، سرچشمه عقیده اشون از یکمین مصدرشون رو ذکر کردیم که افلاطون فلسفه یونانی و دومین مصدرشون این هندی و بودیست. مصدر دوم صوفی ها این از دین های هند و وثنیه و بت پرستی است. هر کسی که از کتاب های متصوفه معلومات دارد یا که کتاب های بزرگ صوفی ها را، متقدمش را یا علمای بزرگ اینها را قرائت نموده است و خوانده است، حتما میفهمد، خوب میفهمد که صوفی یعنی متصوفه به نهایت تأثیر سخت از دینهای هندی قدیمه و از تعلیمات اونها، از فلسفه های این هندی قدیمه، از بودی و اینها به دست آورده است. و این سخن را خود صوفی ها هم قبول میکند و بسیاری از علما این مسئله را ذکر کردند. اولین عقیده ای که صوفی ها از دین هند، از بودیه گرفتند، از بود پرستان، این عقیده حلول بود. البته این عقیده را هم از بود گرفتند، از بود پرستان، و هم از افلاطون فلسفه یونانی. حلول، البته ما مسئله الحلول و الاتحاد و وحدت الوجود فرق بین این را ذکر کردیم. وحدت الوجود یعنی میگه که همه چیزی که در این عالم از موجودات است همش این اله است و نمود ظاهری اونها اختلافش این ظاهر کردن صفاتهای هر گونه الله است. اعوذ بالله من ذلك. این مذهبی صوفی است. اما حلول این است که میگند در این دنیا 2 چیز وجود دارد، بشر و اله، و اله به درون بشر داخل شده است، در آخر با زمین است. سبحان الله. پس همین عقیده را صوفی ها از هندوس و از بودا، بود پرستان، و از افلاطون یونانی فلسفه گرفته اند. پس بارک الله فیکم، این اولین چیزی که از بود پرستا گرفتند. دومین عقیده باطلی که از متصوفه ها، از هندوهای و وثنی ها گرفتند، این باز مسئله وحدت الوجود بود. وحدت الوجودی که ما در حلقه گذشته ذکر کردیم و حالا هم کمی پیش ذکر نمودیم که همه چیزی که در روی دنیا هست این همه اش اله هست. و البته در این مسئله فلسفه هندی بودیست و فلسفه این یونانی افلاطون همه یک نظر دارند. و این چون سومین عقیده و منهج باطلی که صوفی ها از هندوس ها و از بود پرستان گرفته اند، این یک نظریه های باطلی که نسبت زندگی انجام داده شده است، به مانند عذاب دادن نفس و بازداشتن نفس از یک چیزهایی که الله حرام کرده است و بازداشتن نفس از یک حیات زیبا و پاک و سعید و خوشبختی. بیاد نظر میکنیم به یکی از علمای بزرگی صوفی که از طبقه های اولی صوفی است، عبارت از طبقه های اولی صوفی است. ابراهیم ابن ادهم، ابراهیم ادهم میگند. در تاجیکستان هم معروف است، در تمام منطقه‌ای که صوفی در اونجا بسیار است ابراهیم ادهم معروف است. قصه های کتاب ها پر از قصه های ابراهیم ادهم است. ابراهیم ابن ادهم که این از طبقه های اولی امام های صوفی است، از امام های اول های امام صوفی است. یگان کتاب معروف در مذهب صوفی نیست مگر اینکه در همون کتاب شما میتوانید یابید که ابراهیم ابن ادهم وجود دارد. میتوانید ببینید
در صفحه های اولش حتی که در مسئله ابراهیم ادهم و بهترین انسان بودن اون و مردم رو دعوت میکنن که مثل ابراهیم ادهم باشد. و البته ابراهیم ادهم کی بود؟ ابراهیم ادهم بلخی که امروز در افغانستان وجود دارد، در خراسان، امروز در این دولت تقسیم کرده کفار افغانستان است، که البته در زمان قدیم افغانستان وجود نداشت. در زمان قدیم این منطقه رو ماوراء النهر یا که خراسان میگفتن. این نامی کفار مانده و ناپیدا شده است. اولا ابراهیم ابن ادهم بلخی میگند یک پادشاهی بود، زن داشت، فرزند داشت و روز از روزها به سبب بعضی از عملها از گناهش توبه میکند و تمام دنیایی که داشت ترک میکند، فرزندانش را ترک میکند، زنش را ترک میکند و در غار خراسان 9 سال زندگی میکند و زمانی که اون را میشناسند میبرد به مکه میرود، در 14 سال در دشت و بیابان زندگی میکند و غیر ذلك از قصه های زیاده که در کتاب های صوفی من نظر کردم و شما میتونید یابید، که البته این همه مخالف است به منهج اهل سنت و الجماعت. و عیناً همین قصه رو وقتی که شما میبینید در قصه بوذا میبینید. بوذا یعنی بودیست ها به خودشان یک پیشوا دارند که در آخر این پیشواشان رو پرستیدند که این بوداست. پس قصه اون بوذا عیناً به قصه ابراهیم ادهم ابراهیم ابن ادهم متشابه است. یعنی صوفی ها این قصه ابراهیم ابن ادهم را گویا که از قصه بوذا گرفتند، یعنی قصه بوذا را آوردند، نام بوذا را این بودیسایی که این امروز هندوسایی که همون بوذا را میپرستند، نام بوذا را این صوفی ها دیگه کردند، جاش را ابراهیم ابن ادهم آوردند. بوذا اصلا کی تولد شد؟ 600 پیش از میلاد، 600 پیش از میلاد، 80 سال تقریبا زندگی کرد. در سال 488 80 چنی میلاد، پیش از میلاد البته وفات کرد. یعنی 480 سال زیادتر پیش از میلاد وفات کرده است، پیش از تولد شدنی عیسی علیه السلام. البته این هم یک چندین فرزند داشت، زن داشت. در سال 29 سالگیش چلی که تاریخ خودی بودیستو می نویسد، وقتی که پیران سالها رو می بیند در حالت ضعیفی و در حالت شکنجه و عذاب، میگد من یک حالی می کنم که نفس خودم رو تربیت بکنم و به یک جنگل داخل می شود. در درون جنگل تقریبا 6 سال خودش رو اذیت می دهد، عذاب می دهد و باقی مانده گشته می آید. در همین آمدنش به چندین عقیده های باطل می آید، یعنی خودش را اله می نامد، که امروز تمامی یعنی بسیاری از میلیون ها از هندوستان، یعنی انسان هایی که در هندوستان هستند، هندوسا همین بوذا را می پرستند، همین را اله و معبود خود میگند. اعوذ بالله من ذلک. یعنی خودی بوذا اعلان کرده است که اله به من درونم داخل شد، یعنی خدا به درون من داخل شد و خودش را اله گفته است. و البته 6 سال در درون جنگل خودش را اذیت دادن، از زن و بچگیش دور شدن، همه را ترک کردن. این همه البته منهج بودیستی بود که صوفی ها از همین منهج گرفتند و در نزد صوفی ها امروز وجود دارد منهجی که وقتی که میخوای که شیخ بزرگترین صوفی باشی باید همه این چیزها را اول ترک بکنی. یعنی غار رفتن، در درون غار زندگی کردن، گوشت خود را نگه داشتن، چندین روز چیز نخوردن، از تناول طعام ها، از خوردن میوه ها، از زن و فرزند دست کشیدن، این را میگند منهجی بهترین صوفی. حالا که می‌نگرید این همه مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مخالف سنت صحابگان و مخالف عامه مسلمانان است. الله سبحانه و تعالی در قرآن به من شما چقدر امر کرد که ما از این دنیا استفاده بریم و الله را اطاعت بکنیم و الله را یگانه بپرستیم. الله میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، در نزد هر یک مسجد زینت خود را بگیرید، خود را زیبا بکنید. و گفت ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیبت را از دنیای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن. درست است که الله این دنیا را بازی نامید، این دنیا را بیهوده نامید، لیکن از جهت دیگر این دنیا را گفت بیهوده خلق نشده. شما بخورید، بنوشید، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، بخورید از این رزق‌های پاکی که ما به شما رزق دادیم.
و پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن النکاح سنتی، زن گرفتن سنتی من است و هر کسی که از این سنت هم دست میکشد از من است. پس عذاب دادن نفس، ترک کردن زن بچوگچ و به غور برآمدن و در غور زندگی کردن و اذیت دادن و چیز نخوردن، این همه مخالفی قرآن و سنت و مخالفی منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مخالفی منهج صحابگان رضی الله عنهم شاگردان رسول الله بود که این همه در صوفی ها دیده می شود. این همه در صوفی دیده می شود. پس زهدی که صوفی آورد، این زهد از اسلام گرفته شده نبود، بل این زهدی که آورد و در آخرش ترک دنیا، ترک نفس و ترک تمام ملذات نفس و در آخر دیوانه شدن و در آخر گفتن این که به عقیده حلولی، به عقیده وحدت الوجود، به این عقیده ها رفتن، این همه از معتقدات باطل، از عقیده های باطلی که از افلاطون فلسفه یونانی و از هندو، بودیست و وثنی گرفته شده بود. بارک الله فیکم. و این یک مصدر دیگری از مصدرهای اهل تصوف بود. و مصدر دیگری اونها یعنی عقیده خود را غیر از این باز میگیرند از مجوسی ها، از مجوسی ها و از فرقه باطل پیش گذشته خود از رافضه ها. و این چنین مصدر دیگری مذهب تصوف این مسیحی ها است که البته به هر یکی این ما میتوانیم حجت را از کتاب های صوفی بیاوریم و کتاب های صوفی پر از این باطلات و پر از این مشکلات است. سبحان الله. برای میگن مصدر سیومی اهل تصوف این مسیحیه محرفه، یعنی تحریف شده است، که در مسئله رهبان و رهبان یعنی ترک کردن زن و فرزند و مشغول شدن به سخنهای باطل و مشغول شدن به گناه و معصیت در حالت پنهانی و در ظاهری فریب دادن مردم، این همه از منهج مسیحیت گرفته شده است. بارک الله فیکم. و با همین فهمیده می شود که مصدرهای عقیدوی صوفی همه اش باطل است و همین سبب است که این فرقه باطنی بنیاد فرقه خطرناک و فرقه شرکی و کفری هست و همون کفر حلولی و اتحاد و کفر وحدت الوجود است برای بدبختی و زلالت این فرقه کافی است. و با همین این موضوع مصدری تصوف را به پایان میرسونیم و در حلقه های آینده ان شاء الله ذکر میکنیم مهمترین عامل هایی که یا که مهمترین سبب هایی که سبب انحراف عقیده صوفی شد یا سبب انحراف عقیده در نزد صوفی شد. ان شاء الله بیان میکنیم که چرا صوفی ها منحرف شدند، چرا عقیده اشون باطل شد. و البته فهمیدن این سبب ها به انسان یک راه را نشان میدهد. راه این است که به همین راه صوفی نروید که در عاقب در نتیجه مثل صوفی ها گمراه خواهید شد. البته با همین القرار با پایان میرسونیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و